هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نماز شخص در جماعت 25 برابر نماز شخص در منزل و بازار می باشد، چرا که وی هنگامی که به خوبی وضو می گیرد و جز برای نماز به سوی مسجد خارج نمی شود، هیچ گامی بر نمی دارد مگر اینکه درجه‌ای به درجاتش افزوده و گناهی از گناهانش بخشیده خواهد شد. و چون نماز می‌خواند، مادامی که در نماز است، ملائکه همچنان بر وی درود می‌فرستند و می‌گویند بار الها بر او درود فرست و وی را مورد رحمت خود قرار ده. و یکی از شما مادامی که منتظر نماز است، گویا که وی نماز می‌خواند. نحيا ونرشف من شذا